بعضیاش باز افتخار هم دارن وقتی میگوی که ای برادر عزیز همین بچه تو به من شکایت کرد، از بالای تو شکایت کردگی هست، همین هم نکن. وای میگوید اگر با اینها همین خیر رفتار نکنی اینا تو را گوش نمیکنن. نه، برعکس اینها تو برعکس به سر خود دشمن تربیت کرده ایستاده ای، دوست نه. السلام علیکم برادر عزیز اکای حاجی میرزا، خداوند پدر و مادر شما را عمر دراز و تنی صحت نصیب گرداند که چنین فرزند صالح را به دنیا آوردند. برادر عزیز از شما خواهش دارم که با یک سوال من که نافهمه هست جواب گویید. مادر من 5 وقت نمازش را میخواند، روزه های گوناگون میدارد، لیکن وی با فرزندهای خود را فقط دعاهای بد و میگوید که در دهن شما فلان و بهمدان کنم که ما شیر این مادر را همه فرزندان خوردیم. میگوید که مادر خوک شد، خوب وانیش کن، آخر ما فرزندانش همه نمازخوان و اسلام شناس هستیم. ما میگوییم که این رفتار شما نادرست است و این نمیفهمد. با چنین مادری که ما فرزند او هستیم چگونه رفتار کنیم؟ التماس با این سیاه‌بختی را روشنی اندازید، زیرا که ما نمیدانیم چی کار کنیم. این سوال را به آیت های قرآن و احادیث های نبوی فهمانید که ما برادران همه کسیته های شما را گوش میکنیم و در آخر در حق این مادر عزیز ما دعا کنید که خداوند مهر فرزندی را در دل و ایمان او جای کند و در حق ما نیز دعا کنید که ما برادران مسلمان های شما هست، مخلصان شما هستیم. راستی بار این گونه متن ها را، این گونه جمله ها را انسان وقتی میخواند باور کن والله که خیلی ناراحت میشویم، خیلی ناراحت میشوی وقتی که مادر یا پدر فرزند را حقارت میدهد. وقتی مادر دهان چه دختر باشد چه بچه نام میگیرد، این خیلی گویم از ایمانداری و از خدا ترسی خیلی و خیلی دور است. افسوس که حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتن مادرت را بعد از آن پدرت را خدمت کن. گفتن مادرت را بعد از آن پدرت را. لیکن مقصد از مادر، وقتی ما مادر میگوییم مقصد از مادر چی میبراید؟ تربیت کننده. مقصد از مادر چی میبراید؟ آداب دهنده. مادر وقتی میگوییم مادر شخص باید باشد که همیشه در بهبودی فرزند کوشش کننده باشد، بهترین تربیت کننده این فرزند آشنا و شناس میکردگی به سوی خدا باشد. وقتی این گونه مادر این گونه معامله را به فرزند میکند، آیا نمیداند که برنامه اسلامی را وی ویران کرده است؟ آیا وی نمیداند که از نام این گونه مادر نام مادریش خط زده می شود؟ چگونه ای که عالم ها در نزد خدا قدر دارند، قیمت دارند، لیکن عالمی با عمل باشد. عالمی بی عملی که برای خیانت اسلام و برای گویم طلب و تاراج و برای گویم فقط راحت خودش در بین مردم اگر زندگی کند، این گونه عالم در نزد خدا قدر و منزلت ندارد. و این چنین آن مادری که حقارت دهنده فرزند باشد، این چنین مادری که آزار دهنده و گویم که دشنام کننده فرزند باشد، وی مادر نیست. وی گویم یک میکروبی هست که وی ضرر او فرزند به فرزند، نبیره به نبیره دا تاثیر میکند. به این خاطر این دادرای عزیز ما چیکار کنیم که خداوند در قرآن احترام پدر و مادر بالای همه ما و شما فرض گردانیده است، لیکن ما او را دشنام نمیدهیم. لیکن آنچنان مهربانی که به اون مادرای غمخوار داریم، به این گونه مادر و پدر ما غمخواری نمیکنیم. چگونه ای که اونها بی رحم و بی انصاف نسبت فرزندان، ما نیز نسبت اونها بی رحم و بی انصاف هستیم، لیکن دشنام شو نمیکنیم. فرزند باید و احترام کند. پدر و مادرم وظیفه دارند. وظیفه اونا چیست؟ فرزند باید خوب تربیت کنند، فرزند باید با خدا شناس کنند، فرزند نام خوب گذارند، فرزند خط نکنند. این وظیفه های پدر و مادر است. ما را پدر کرده است گفته و
اون مادرها را مادر کرده است، دیگر گویا بیغم گشتن بگیریم و هر جبری که داریم بالای فرزندا روان کنیم و از فرزندا باز ما مهربانی و غمخواری را طلب کنیم، این نصیب ما و شما نمی شود. این خیلی بی‌حیایی است، این خیلی خدا ناترسی است. اون نماز وی، روزه های گوناگون وی به خدا قسم به منزله یک کرم لای خورک در نزد خدا قدر ندارد. این معنای را ندارد من 5 وقت نماز ما میخوانم لیکن بچه و دختر ما حقارت میدهم، بچه و دختر ما از خانه گریزان میکنم لیکن من 5 وقت نماز و روزه دارم. این نماز و روزه تو را دستگیرت نمیشود. خداوند در قرآن صراحتا گفته است نماز انسان از کارهای بد باز می‌دارد. پس چرا این باز نداشت؟ حالا که خدا گفته ایستاده است تو نماز بخوان، الله تو را از همه کارهای بد باز می‌دارد. معلوم میشد که نماز این دروغ است، نماز این از برای خدا نیست. اگر نماز از برای خدا میشید این در دهن فرزند و دخترش دشنام کننده نمیشد، این بلکه مهربانی میکرد. حیف این چنین مادر و این چنین پدر، نام پدری و مادری را به خدا قسم این دو طایفه حرام میگردانند. وقتی که با فرزند خود یا با کلین خود اگر وقت دشنام دهنده باشند. بسیار از این گونه پدر و مادرها امروز بچه هاشون در ما شکایت دارن. بعضی هاش میگن حاجی اجازت نمیدهی که یک لط کوبش کنیم. به خدا قسم تا این اندازه آمدن، لیکن ما هیچ کدام او را فتوا ندادیم که شما پدر و مادر را لط کوب کنین. بیزار شدن فرزندا، معامله هاتون خوب کنین که آینده دیگه ما را هم گوش نمیکنن، در کار شوند دیگه شما را حتی قتل تا نمیکنن وقتی اگر بیرحمی و بی انصافی کنین. برای همین هر چیزی که خدا و پیغمبر گفته است باید اجرا کننده همون صحبت ها باشه ما و شما. بسیار باور کن خیلی بی ناموسی و شرمندگی است که پدر و مادر با فرزند بی رحم باشد. پدر و مادر غم فرزند نخورد، پدر و مادر فرزند در دهانش دشنام دهد. این خیلی بی انصافی است. بعضیاش باز افتخار هم دارن وقتی میگوی که ای برادر عزیز همین بچه تو به من شکایت کرد، از بالای تو شکایت کردگی هست، همین هم نکن. وای میگوید اگر با اینها همین خیر رفتار نکنی اینا تو را گوش نمیکنن. نه، برعکس اینها تو برعکس به سر خود دشمن تربیه کرده ایستاده ای، دوست نه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف حضرت علی میگوید که اینا برای ابن عازب روایت میکند قال لعلی انت منی و انا منک. ببینید چه وصف زیبای حضرت علی را میکند. حضرت علی ناگفته نماند پیش از آن که این حدیث برای شما تحلیل کنم 6 ساله بودند که در تربیه رسول اکرم بودند. 6 ساله. حبیب خدا به خاطر که خاندان ابو طالب فرزندای زیاد که داشت، مشکلات زندگی و قحطی ها بود، برای کمک این عمک خود علی را به خانه خود آورد. 6 ساله بود که در تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته. تصور کنین 10 ساله شدن که اسلام قبول کردن. 10 ساله بچه 10 ساله از اسلام برخوردار شدن. حکایه میکنن معرخا که حضرت علی در خانه میدید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مادرمان خدیجه سجده میکردند، خدا را عبادت میکردند. لیکن عبادت اون وقته گویم تا آن زمانی که این 5 وقت نماز از شب معراج هدیه‌ای که به رسول اکرم آمده بود، پیغمبر خدا را عبادت میکرد، لیکن نه مثل این 5 وقتی که بعداً گویم این نزول این آیت قرآن شد.
میدید او سجده میکرد، قرآن میخواند، پرسید ای رسول خدا کی را سجده میکنی؟ 10 ساله بچه، کی را سجده میکنی؟ چی میخوانی این قدر شیرین است؟ حبیب خدا گفتند من قرآن میخوانم، این کلام الهی است و این سجده ای که میکنم از برای الله میکنم. حضرت علی گفتن اگر من مشورت با پدرم کنم تا اجازت دهد منم همین دین قبول سازم. صاحبای تاریخ میگوید حضرت علی از خانه یک لحظه بیرون شدن و باز پس گشتن از رسول الله در آمدن. گفتن ای حبیب خدا وقتی که خداوند مرا آفرید با پدر من مشورت نکرده بود. ببینید وقتی الله مرا آفرید، وقتی الله مرا به این دنیای فانی فرستاد با پدر من مشورت نکرده بود. من لایق ندیدم که برای پرستش پروردگارم با پدر خودم مصلحت کنم، لایق ندیدم. مقصد پدرم هرچی خواهد نخواهد من الله را عبادت میکنم. بسیار یک نعمتی بلند بود. بسیاری معرخا میگویند صاحبای تاریخ که اولین مردی که ایمان آورده است این علی بود که در سن 10 سالگی ایمان آوردند. اگرچه بعضی راویای دیگر هم خدا رحمتشان کند میفرماید که نه، اولین مردی که ایمان آورده بود این ابوبکر رضی الله تعالی عنه بود. رسول اکرم در این حدیثی که خواندم چه گفتند؟ علی گفتند تو از من هستی، من از آن تو هستم. ببین یعنی تو از من هستی، من از تو هستم. رحم الله ابو بکر، حبیبی خدا گفتند زوجنی ابنته و حملنی الى دار الحجره و اعتق بلال من مالی. خدا این خسور ما ابو بکر رحمت و مغفرت کند که دخترش عایشه را در نکاح من درآورد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند زمانی که من از مکه به مدینه هجرت می کردم تمام شرایط مرا آماده کرد. خداوند ابو بکر رحمت و مغفرت کند که این عاشق خدا، این مجاهدی در راه الله بلال رضی الله عنه را از مال خودش خلاص کردانید که بدبختان مشرکای عرب عذابش میدادند. چه آدمی با صبر بود، چه آدمی با غیرت بود. با همه عذابهای اونها، با همه مشکلهایی که به سر بلال می آمد، فقط کلمه احد از زبانی بلال صدا میداد. خدا یکا و یگانه است. رحم الله عمر یقول الحق و این کان مرا و ترکه للحق و ما له صدیق. حبیب خدا دعا میکرد پروردگارا عمرم رحمت و مغفرت کن، زیرا حق را میگوید اگرچه حق تلخ است. به خاطر حق مردم از پهلوی او میگریختند. حبیب خدا میگوید عمر خدا تو را رحمت و مغفرت کند، آن چنان حقیقت بیان میکنی که در حیات خودت رفیق پیدا نمیکنی. رحم الله عثمان یستحیه الملائکه تستحیه الملائکه. خدا عثمان هم رحمت و مغفرت کند. حضرت میگوید زیرا اینکه ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند.
آنقدر شرم حضرت بالا بود، آنقدر حیای حضرت عثمان بالا بود که ملائکه های آسمان از عثمان حیا میکردند. حیا. امروز مرد و زن ما و شما بی حیا شدند، نه همش، مرد و زن هم. حالان که این راهی درست نیست، این راهی خوب نیست، این راهی با برکات نیست. علل خصوص پدرای عزیز و برادرای مهربان، دخترهاتون را نظارت کنین. وقتی به مکتب می روند، خواهش از شما، ما با همون کلانهای معارف هم صحبت داشتیم که اونا یگانه گناهگار می شمارن پدر و مادرها را، زیرا قاعده آن لباسی که الحال گوییم که معین شده است، نه این لباسایی که امروز اینها پوشیده و به مکتب می روند. ممکن نیست، چه از روی قانونهای حاضره، چه از روی قانون پروردگار جایز نیست و درست نیست. اهمیت دهیم. دخترها را وقتی که اینقدر زیب و زینت میدهیم، آن گوشوارهای در گوش، آن گردنبندها، آن چله ها، آن تلفن‌های در دست، مردها قرار میستند. اونا به خاطر این زیب و زینت هم میکنن که مردها را به خودشان جلب سازند. آقا مکتب جای عشق بازی است، مکتب جای خوانش است، مکتب جای آداب گرفتن است، نه جای نمایش دادن است. پدرای عزیز، برادرای مهربان، و خدا مسئولیت است، گناهگار میشویم پیشگاه خدا را به خاطر لباسهای اونا. شما هم جوابگر هستید. چیزی پوشانین که توجه مردها را به سوی خودشان جلب نسازد، که بعداً گفتی همون قصه دیروزه‌ای که از خود همون معارف حکایه شد، دختر صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار شدند. بعداً از مکتب حامله دار نگیریش و بعد در بین همسایه ها این حالت اون سنگ ملامت در سر خودت زن. از حضرت عثمان ملائکه ها حیا میکردند، حیا میکردند. در آخر حضرت دعا کردند در حق علی، رحم الله علیاً، خدا علی را رحمت و مغفرت کند. اللهم ادر الحق معه حیث کان. خداوندا دعا کرد حق را همراه علی نگه دار در هر کجایی که باشد، هر جایی که باشد حق را همراه علی نگه دار. این بسیار وصف بلندی هست، بسیار وصف خیلی بلنده در حق حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست. دیگر بزرگی علی این بود که وی داماد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. و دوست داشته ترین دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فاطمه بودند. در دست حضرت علی بود. حضرت فاطمه دختر خردترین رسول اکرم بودند، خردترین. صاحبای تاریخ میگویند 1 سال بعد پیغمبری خدا حضرت فاطمه به دنیا آمد، یعنی سین مبارک به 41 ساله رسیده بود که فاطمه به دنیا آمد. ابن جوزی رحمت الله علیه خدا رحمتشان کند، اونا میگویند نه، میگویند حبیب خدا 35 ساله بود که فاطمه به دنیا آمد. پس بسیارترین مورخا به این است که فاطمه در سن 41 سالگی پیغمبر خدا به دنیا آمدند. سین مبارک فاطمه دختر دوستدار رسول اکرم به 15 سال و چند ماه رسیده بود که
حبیب خدا او را پیشنهاد علی کرد. علی در همون خانه تربیت یافته بود. اگرچند بعض از راویای تاریخ میگویند ابوبکر هم خواستگاری آمده بود، عمر هم خواستگاری آمده بود برای فاطمه، لکن حبیب خدا گفته بود است که هر چیزی که از نزد خداوند اجازت شود همون می شود. در آخر حضرت علی 21 ساله و چند ماهه بودند که رسول اکرم پیشنهاد کرد که علی گفت فاطمه را در نکاح تو می درآرم، راضی هستی؟ حضرت علی رضی الله عنه چگونه رازگی خود نمی دهد؟ گفتن حبیب خدا راضی هستم، لیکن از مهر چیزی ندارم که پرداخت کنم، هیچ چیز ندارم که در عوض نکاح فاطمه برای شما تسلیم کنم. حبیب خدا گفتند همان زیره ای که در جنگ بدر به دست آورده بودی همون را رفته بفروش، در پول او یک مقدار عطر خر، همون عوض نکاح فاطمه ده می شود. حبیب خدا گفتم بهترین زن همون زنی هست که مهر او کم باشد، مهرش کم باشد. البته امروز اگر زنهای ما و شما هم، خواهرای ما و شما هم مهرهای کم داشته باشند و عقلهای خوب داشته باشند، آداب خوب داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند، احترام و عزت نسبت شوهر داشته باشند، این البته در مدح اول میستند. قلینگ زیاد بهیم و بیاریم که یک ماه و 2 ماه بعد اگر ساز نگیریم، اگر معامله های خوب از جانب این دخترها و شوهرها نشوند، چی فایده است؟ گفت می شود در عوض همون زیره من فاطمه را برای تو نکاح کرده می دهم. فاطمه بسیار دختر محبوب رسول اکرم بود. حتی رسول الله گفتند این فاطمه بضعة منی و اینی اکره ان یسوءها. فاطمه پاره از بدن من است، بد میبینم این که کسی که فاطمه را ناراحت کند، بد میبینم. گفتن همین فاطمه را در نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنه داخل کرد. از این سال گذشتن که نبیره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی پس دیگری تولد میشد. مادر حضرت فاطمه دختر رسول اکرم 6 فرزند داشتن میگوید، 6 فرزند. اولین فرزند کلانی او امام حسن بود. دیگر فرزندی که بعد او به دنیا آمدن این حسین بود. دیگر فرزندی که از او به دنیا آمدن اون محسن بود که در خردی میگوید از دنیا گذشت. دیگر فرزندی که از فاطمه به دنیا آمد این رقیه بود. رقیه نام دخترشون رقیه گذاشتند. دخترهای پیغمبر خدا هم رقیه نام داشتند. اینم در خردی میگوید گذشت. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد این گلثوم بود که وی در نکاح حضرت عمر در آورد. شما میدانین از تاریخ حضرت عمر خوانده گذاشتیم که حضرت عمر داماد حضرت علی بود. همون گلثوم زن حضرت عمر بود. دیگر دختری که از فاطمه به دنیا آمد اون زینب بود که وی در نکاح عبدالله فرزند جعفر داد. 6 فرزند از دختری دوست داشته ترین دختری رسول اکرم فاطمه به دنیا آمد. حبیب خدا آنقدر فاطمه را دوست می داشت که در حدیث ها می گذرد که بار حبیب خدا از جهاد برگشتند، خیلی خسته بودند. حبیب خدا وقتی از سفر که می آمدند
اولین کاری که میکردن 2 رکعت نماز خواندن در مسجد بود. اگر شما همین عادت کنین، این سنت از سنت‌های پیغمبر است. از کجایی که آمدین 2 رکعت نماز در مسجد خوانین و بعد خانه هاتون روین. این قاعده از سفر گشتن بود. 2 رکعت نماز میگوید خواندن و اولین کاری که میکردن از هر سفری که میگشتن، اولین زیارت پیش از آن که زنهاش زیارت کند از خانه فاطمه شروع میکرد. خانه فاطمه میرفت. این حالت هم از جهاد وقتی که برگشت آمد خاندان فاطمه را تق تق کرد. بسیار فاطمه آدمی فقیر بودند، آدمی نادار بودند و تق تق پدرش البته حس میکرد، میفهمید و باز پرسید کی از پس دروازه؟ گفت پدر تو محمد است. فاطمه سراسیمه شد. گفت پدر، گفت چیکار کنم؟ فقط یک شالچه ای دارم که بدن ما پوشیده میتونم، دیگر چیزی ندارم که بالای سر ما پوشانم. حبیب خدا گفتن هر چی باشد در کشا. گفتن وقتی در کشادن میگوید فاطمه در حال، پدر در حال خستگی دید، حالتی دید که خیلی غبار آلوده هست، لباس ها همه کندگی. فاطمه گریان شد، از پیشانی حبیب خدا از رخساره های او بوسه میکرد و میگفت پدر این حالتی در تو میبینم خیلی ناراحت میشوم. پدرشان میگوید گفت فاطمه گفت گریه نکن، گفت زیرا خداوند پدر تو را چنان مبعوث گردانیده است که این دینی که برای پدر تو روان کرده است در کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام میرسد. به کجایی که شب رفته رسد به آنجا اسلام رفته میرسد. هر خانه که چه از خاک، چه از پشم، چه از موی ساخته باشد، این دعوت پدر تو وارد اون خانه می شود. یا اون خانه عزت می یابد یا اون خانه ذلت می یابد. این حبیب خدا را سخنش در برابر دلسوزی فاطمه بود. مقصد این دلسوزی هایی که تو داری ای فاطمه، چیکار کنم که این وظیفه هست که پروردگار برای من سپاریدگی است، مرا وظیفه دار کرده است که این سخن مرا، این کلام الهی را به گوش تمام بندگان من برسان. از این خاطر است که وارثای او را ببین، عالمهای او را ببین، عالمها را ببین، وارثان پیغمبر امروز همه کوشششان هم همین است که به گوش مردم تا آنچه قوت دارند، تا آنچه میدانند به گوش مردم رسانند. خلاص علی یکی از محبوبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یک چند حدیث های خیلی طولانی مانده است، حدیث های خیلی که متن اونا دراز هستند، از صحیح بخاری، از صحیح مسلم، که این وقت دیگر گنجایش شرح اونها را نمیدهد. من انشاءالله جمعه آینده شاید که یک چند حدیث های طولانی که در فضیلت حضرت علی آمده است از صحیح بخاری و دیگر کتاب های معتبر به گوش شما رسانم. فقط اینقدر تا جمعه دیگر ما و شما حیات هستیم نیستیم، اینو شما فراموش نکنید که شما در عقیده خود، در ذهن خود دوست داشتن 4 یار جایگیر کنید. ابوبکر اول، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم حضرت علی. هر 4 اینا دوست دارید. نسبت هیچ کدام این بدبینی نداشته باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لا يحب علیا منافق لا یبغضه مؤمن. رسول اکرم گفتن این وصف ببینین چقدر درجات و بزرگی حضرت علی را ببینین. لا يحب علیا منافق،
کسی منافق باشد علی را بد می‌بیند، کسی بد دید علی را نشانه این است که وی منافق است و هیچ وقت علی را بد نمی‌بیند کسی که ایمان به خدا دارد، کسی مؤمن است، کسی دعوای مؤمنی دارد، معناش این بود است که علی را باید دوست دارد. این است آن چیزی که باید ما در ذهن خود، در عقیده خود ما و شما باید جایگیر فرماییم. انشاءالله من جمعه گذشته در اطراف همون حدیث هایی که خیلی متن های دراز آمده است و گوش شما می رسانم. خدا خواسته باشد یک جمعه یا دو جمعه باز اگر حیات باقی باشد انشاءالله برنامه هامون دیگرگون کردن میگیریم. از جنازه بابای پیری خدا رحمت و مغفرت کنه، ندونم جزء از این قوم ما و شما بود. از جنازه برادر رمضان خواجه رمضان هم دیروز گذشتن که مبلغ هم آوردن برای کمک مسجد. در حق مرحوم بابای ملخ عبدالرازق بودن، از محل دعا کنید خدا رحمت و مغفرتشون کند. در حق برادر محمد علی از زپرف که بیمار است دعا کنید خدا این برادر محمد علی را هم شفای کامل نصیب کند. در حق خانواده بهادر دعا کنید خداوند همه آرزوها و امیدهای نیکشان حاصل گرداند. از دوشنبه از مغازه کوثر از شما دعا خواستند خداوند کاراشون ده برار و کشایش نصیب کند. یک برادر امیرشاه سفر دارند دعا خواسته است خدا سفرش به خیر و با برار گرداند. طاهر از محله کهدامن در حق بیماری که در خارجه جراحی چشم میکند دعا کنید خداوند صحت و سلامت به خاندانشان رساند. در حق برادرانی که از بازار که کاغذ آوردن و کمک کردن باز مبلغ دادن، برادر حاجی عزت الله و دیگر برادرایی که خداوند عمرهاشون دراز و کارهاشون کشایش نصیب کند، همون کاغذهایی که زیر همین قالین ها ما و شما بالاشان نشسته ایم به کمک ایشان از خداوند در همه کار و بار دنیاییشان برار و کشایش خدا نصیب کند. خب در حق اون برادرایی که صندوق خیریه در خیر احسان کردند خداوند خیر احسان هاشون قبول و خداوند همه آرزوها و امیدهایی که دارن با فضل و کرمش حاصل گرداند. و برادر ما نورعلی هم از دوشنبه که در مغازه او کتاب فروشی میکند، عائلش بیمار است، از قوم ما و شما دعا طلب کردن خداوند این خواهر هم شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. و یک مادر دیگر در حق